السلام علیکم شنوندگان گرامی. داستان راغون. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مراجعتنامه خود به مردم کشور 5 ینوری سال 2010 تأکید نمودند که راغون سرچشمه افتخار ملی هر یک فرزند تاجیکستان و رمز سربلندی امروز و فردای ماست. راغون هستی ملت ما و حیات و ممات دولت تاجیکستان است. در پرتو این سخنرانی سرور دولت اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون را در قرائت قربان صابر تقدیمتان می‌سازیم. گفتار 11. این صحبت رحیموف تا رفت روح می گرفت. آوازش قوی تر می شد. چنان با افتخار گپ می زد که گویا همه این را یک خودش می ساخته باشد. دل خیرالله هم یک اندازه پر شد. گپی بچه از افتش راست است. آدمی عجایب از دل می گذرانید او. با چنین آدم کار کردن آسان. حالا در اینجا چنان کار بسیار که ماندن گیر. می گفت با همان آهنگ رحیموف. تو در اینجا کار حقیقی را میبینی. خوش خودی فردا به کار میبرایی یا یگان روز دم میگیری؟ نمیگویی؟ خیلی خوب، فردا من تو را در همین جا انتظار میشم. خب اما برعکس شد. صبح خیرالله رحیموف را انتظار بود. تو مگر در همین جا خواب بودی؟ با تبسمی ملیح گفت رحیموف. چرا اینقدر بر وقت آمدی؟ خودتان چی؟ من عادت کردم. بریگادیر بالای غرمی تخت بیتان نشسته با خیرالله هم اشاره کرد که بشیند. اشتها چطور؟ اشتها؟ خیرالله حیران کیف در هم کشید. و فکرم بد نه، همه چیزی را که پیشم نهادن خوردم. بسیار نست خندید بریگادیر. اشتها چگونه؟ کار همان گونه. هر دو قاه خندیدند. بریگادیر پای برد که دل خیرالله بیقرار است، هرچی تیزتر به کار چسبیدن میخواهد. سراسیمه نشو، حالا چنان کار میکنی که به دلت هم میزند، گفت او و علاوه نمود. تو حساب کن، بناکاران در یک بست 500-600 متر مربع کار میکنند، حالان که بیشتر کار کردن ممکن. از کدام حساب پرسید خیرالله؟ اینش کاری تو. بریگادیر تبسم نمود. تو مهندس یا کارگر؟ کارگری معلومات عالیدار. چه کار کرده میتوانی؟ هم همه چیز و هم هیچ چیز. پس همراه من میگردی. چی؟ ادجوتنت شده؟ تبسمی بریگادیر فراختر شد. الکی بریگادیر شدن میخواهی؟ سالدتی که گنرال شدن نمیخواهد به کی لازم؟ درست رفتیم، بست را قبول میکنیم. تصورات عمیق پیدا کردن درباره امکانیت‌های خود خصوصا در ایام جوانی خیلی دشوار است. لازم است که مردنیوار جهت‌های سست خود را آشکار نموده بگویی من تجربه کار، انجینیر، کارگر، برای همین هم استحصالات را پوره آموخته طوری کردن در کار است که بریگادا هر روز، هر ماه، هر سال پلن‌های خود را پوره و برزیاد اجرا نماید. ایجادکارانه با عزم و ثبات کار کردن لازم. این فکر البته به سر اسایف در افنی بعد یک چند ماهی مهنتی با شدت آمد. وقتی که به کار می رفت حس کرد که پایش او را به طرف ساختمان می کشد. در اول دشوار بود. خیرالله زنبر را انتخاب نمود. دقیقه های اول با تمام قوه کار می کرد، ولی کار یک رنگ بعد اندک مانده اش کرد. پیشانش را چکره های کلان کلان عرق پخش کرد. دستانش خسته شدند و سرش کم کم چرخ می زد. یا زنبر را پرتافته محلول کشم می از دل گذراند او. لیکن زود از این فکرش گشت. به کار سر کرده اینجیقی کردن و اینش می کنم و یش نمی کنم گفتن خوب نیست. همین دم خیرالله پای برد که بریگادیر تگی چشم او را نظاره می کند.
هرچی؟ بلا با پسش نگاه کردن گیرد. کارگریز نیستم که. بله نیستم. آواز بریگادیر او را قریب یک قد پراند. خیرالله، لبی، کمتر دم گیر. رحمت آمده؟ نه، به من رحم خوری شما لازم نیست. یک روی خیرالله قهر بریگادیر را آورد که آوازش را بلندتر کرد. دمگیر میگویم. من مانده نشدم. مانده نشده باشی هم کمی دمگیر. پس از دمگیری دست پوشک ها را به یک سو گذاشت. به نظرش به دست پوشک کار کردن آسانتر نمود. لیکن فرمایش بریگادیر او را از این رأیش برگرداند. دست پوشک را پوش، دستت آبیله می کند. عجیب، هم کار می کند و هم نظاره. چطور می تواند؟ به نظرش نمود که روز بسیار تیز و ناعیان گذشت. اما چنان کوفته و خسته شده بود که کتفهایش ویزاس می زدند، سرش اندک چرخ می زد. همکارش میرزا سعید نزدش نشست و آرامانه به کوههای روبرو نگریسته پسان پرسید. خسته شدی؟ خیرالله با علامت تصدیق سر جنباند. از کجا می شوی؟ از مسکین آباد. کوهستانی هم گوی؟ بسیار خوب. چه خوب؟ ظاهراً ناشد نمای هم در کار بلا بوده ای. همیشه همین خیل جد و جهد کنی بناکار خوب می شوی. روز دیگر او علاهیده خندقچه می گفت. بار امروزه به آثار دیروزه زم شده، سر تا پایش را در کوره آتش می سوخت. ولی خیرالله به این اعتبار نداده با هیجان کار می کرد. ناگه سایه از برش پیدا شد. به قفا گشته چشمش به مردی میان قدی ریش و فشش رسیده افتید. زور بیهوده میان می شکند جیان، گفت مرد. احوال تو را دیده دلم به حال زارت سوخت. از چه باشد که خیرالله دم نزد. مرد سکوت علامتی رضا پنداشته گپش را ادامه داد. این جلاد از سمت علا می گیرد. کار تو می کنی و آبروی وی می گیرد. حالا هم دیر نشده است، از اینجا گریز. نباشد بعد گریه کنی هم تو را سر نمی دهد. خیرالله باز هم لب به سخن نکشد. تو گنگی مگر؟ بله، هنگامی کار من هم گنگم و هم کر. نخواد. گفت خیرالله، شما هم از پی کار می شدید بهتر می بود. با تو دلم سوخت و من به دلسوزی شما محتاج نیستم. خام کله بوده ای. اگر من تو بر این دیپلم می داشتم کایها یک کابینت وزارت ساختمان را صاحبی می کردم. تو باشی در اینجا جان کنده شعوری بلندی انسانی نشان می دهی. با این احوال خوب داشتی یک هفته، یک ماه، انا یک سال. شما توشبیره را خام شمرده اید. هی گردن غفص بوده ای. هیچ گپ نمی بینی. چوجه را در تیر ماه می شمارند. بله، در تیر ماه. مرد از نزد خیرالله دور می شد. وی به اندیشه افتاد. این کس کی باشد؟ همینش کم بود که در ابتدای کار با چنین آدمان واخورید. به نزدش آمدنی بریگادیر رشته اندیشش را برکند. هرچی به تو هم دلسوز و غمخوار یافت شد. با تبسم از قفای مرد نگاه کرده گفت و شما او را میشناسید؟ زود پرسید خیرالله. شاگردم بود. نخواد. از نمکی بریگاد چشیده به نمکدان توف کرد، گفت بریگادیر. کورنمک مصالح بیناکاری را به برکش دزدیده می فروخته است و ما بیخبر. به دست افتاد، پیش کردیم. اکنون خود را حامی، پشت و پناه کارگران تراشیده آدمان را از راه می زند. سیاه دله. لیکن به ضرر خودش. چاهکن زیر چاه گفتند. دشواری ها با تدریج برطرف می شدند. اما به هر حال تا آخر سمین مانده و شلپر می شد. به بالای این اون نه فقط کار سپارتی را می برد، بلکه این چنین وی جانشین کاتب تشکیلات کمسمالی هم بود. کسی دیگر می شد با چنین حجمی کار از قطار می برآمد، لیکن اسایف تیز به کار عادت نمود.
با او یاری همسرش هم روح می بخشید. لیکن روزی هم بود که او ناراضگی بیان نمود. بگاهی خیرالله به مجلس کمسمالی تیاری می دید. روزانه به نویس دستش نمی رسید. کار را پرتافته این کار را کردن هم حقوق نداشت. بنابر ترتیب دادن همه کارهای جمعیتی را در خانه به جا می آورد. ناگه آواز همسرش را شنید. خیرالله، تو خانه و در، زن و فرزند داری؟ برای چی این خیر میگویی؟ آخر هوش و گوشت به ساختمان، شب و روز از پی ساختمان. وظیفه من همین است. آخر تو تصور کرده میتوانی که ما چی ساخته ایستاده ایم؟ راغون. آیا ممکن است در چنین ساختمان سرم و دلم کار کنی؟ بعد خیرالله به قول خودش 1 ساعت لکسیا خواند. پس از این همسرش دیگر لب نکشاد، برعکس همه طرف کوشش میکرد که او را دستگیری کند، روحیه‌اش را بلند بردارد. بعدتر وقتی که در خمدان در ساختمانی ریترانسیلاتور تلویزیونی او را استاد تعیین کردند، یوگنی کارپوف از بریگادیر پرسید که از استاد راضی هست یا نه. من قناعتمندم، وی بیناکار خوبی است. وظیفه‌اش را خیلی نقص می‌داند. گویا استاد تولید یافته باشد. گفت بریگادیر. با مادرش رحمتنامه اعلان کنیم گوی؟ خندید کارپوف. بیهوده شوخی میکنید یوگنی پاولویچ. کاسکش را به قفا تیله داده جدی گفت بریگادیر. ما اکثر راهبران را از روی ملکه کسبی انتخاب میکنیم، ولی یکی از خصلت‌های اساسی آدم و آدمگری را همان وقت به یاد می‌آوریم که او را پیش کردن لازم می‌آید. خوش آمدگو، خودبین، دغل. آنچه شما گفتید حق است، گفت کارپوف. بعضا میپرسیم معامله‌اش چطور؟ نقص بد نی میشود میگویند، ما باشیم به همین جواب قناعت میکنیم. حالان که پیشروی کار در حقیقت به آدم و آدمگری راهبر وابستگی کلان دارد. اسایف جوان کاردان آدمی نغز است، میگفت بریگادیر. خودش و رفیقانش را حمایه میکند. چرا تو مرا تشویق و ترغیب کرده ایستاده ای؟ تعجب نمود کارپوف. من به این همش را میدانم. اسایف بریگادیر تولد نشده است، لیکن وی بی‌شبهه این را آموخته است. در ساختمان حیات با سرعت پیش می رود، نه تنها در ترجمه حال آدمان آن، بلکه سیمای کوه و پشته دهه ها نیز زود تغییرات به عمل می آید. تغییرات در دهه های میدان و در ری توتک نیز بر روی کاغذ آمد. ساکنان مهاجر کرده شوند، لیکن به کجا؟ به هوای کشاد. خانه در کار. برای ساختن خانه تشکیلات لازم. روز اسایف را تعجیلاً به پرتکام جیغ زدند. شتاب کن گفتند به او. وی به قبولگاه در آمده در کنجک نشست. یگان نیم ساعت گذشته بود که کاتب پرتکام بر آمده او را دیده پرسید. چرا دیر کردی؟ من نیم ساعت باز اینجا نشستم. چرا نشسته اید؟ در را. پسی میزی دراز 11 کس می نشست. کاتب پرتکام همین که به سر میز گذشت به گپ سر کرد. رفیقان، اعضایان پرتکام، تکلیف است که خیرالله اسایف سردار قطعه نو تشکیل تعیین کرده شود. انکتش را خوانم؟ لازم نه، گفتند همه با یک آواز. او را خوب می شناسیم. نباشد فکرتان چیست؟ از هر طرف نداها بلند شد. بین ساکنان محلی آبرو دارد. این چیزی از همه اساسی. کوشش و غیرت دارد. تجربه اش کلان. او را می دانیم. می شود ارزنده. کاتب پرتکام با تبسم به او رو آورد. خوش، خودت چی می گویی؟ چی هم می گفتم. مادامی که باور دارید تشکر. آفرین. اینک خیرالله اسایف سردار قطعه، ولی یگان کارگر نداشت. چه خیلی که میگویند گینیرالی بلشکر. ماشینی ما به همواری برآمده ایستاد. از آنجا که از سطح بحر تخمیناً در بلندی 1500 متر جای گرفته است. تمامی منظره راغون نمودار است. حتی بولدازر و اکسکاواتر
بیلز و کمسهای بریگادی الکساندر ششاف نیز می نماید. انا این شهر راغون است. با افتخار گفت خیرالله. مگر این میدان نیست؟ بله میدان است. در لایحه آن پسیالکه دویم نام دارد، اما مردم کیها راغون می گویند. شهرچه راغون در کنار باغ سیب و پشته زیبای قامت راست می کند. در طرف چپ وگانها، اداره و پونکتی دیسپیچری. از طرف راست بیناهای 4 آشیانه قامت افراختند که به شهرچه شکوه و شهامت می بخشند. دورتر بینای مکتب قامت می کشد. از بالا آتش پاره های رخشان پاشخوران مثل شهاب به هر طرف می پریدند. کنارتر ساختمانچی های و کفشیرگران بیتان می ریختند. ارماتور پولادی وصل می کردند. خیرالله حالا با هر یک بینا نظر می افکند. دلش از فرح لبریز می شد. آخر یگان بینایی در اینجا نیست که خیرالله در بنیادش حصه نگذاشته باشد. راغون با دستان عقل و خرد خیرالله و دوستان او بنیاد می گردد. حالا به سوالی که ابتدای صحبت به او داده بودیم جواب یافتیم. در حقیقت شهر هر کس به نظرش از همه شهرهای دیگر زیباتر می نماید. خیرالله با خرسندی عرض کرد که شهر در لب بحر، اهالیش 15,000. در شهر راههای ماشینگرد تماما نمی شود. اینجا خانه های 4 و 9 آشیانه ساخته خواهد شد. 3 مکتب، 2 تایش برای 1170 طلبه و 1 تای دیگرش از این هم کلانتر ساخته می شود. شما راغون را می سازید. من به این باوری دارم. مقصدتان، آیندهتان چیست؟ حالا کار از موی سر بسیار. مقصد باشد یک، بنیاد راغون، و ما خوشبختیم که نام ما را در قطار اولین بنیادکاران راغون به زبان می آورند. برای انسان باز چه خوشبختی لازم؟ اولین بنیادکاران راغون. ببینید چه خیل متنتن صدا می دهد. همین دم ماشینی بارکش پر از لاش و لوشی روزگار نزد خانه نوساخت آمده ایستاد. از کابین مرد خیس کرده فرامد و ندا نمود. آهسته آهسته، همش را می شکنی. از درآمدگاه خانه آواز زنی بلند شد. این ساختمانچی های فقط کارشان چپنه. بینای در بین زمین ساختند که نزدش آمده نمی شود. چی اینقدر مغل می برداری؟ نارضایانه گفت مرد. باز چی لازم؟ بهترین خانه است. 7 پشتت چون این خانه را ندیده است. در حقیقت به شما این خانه معقول است؟ پرسید خیرالله از آن مرد. نباشد چی؟ همش از روی قاعده خانه نقص. شاید یگان ناقصی داشته باشد. باز پرسید خیرالله. نه دادر، همش نقص. احسن به بنیادکارانش. به خیالم خیرالله بال و پر برآورد. سخنانی از صمیم قلب گفته این مرد از 100 مکافات هم قیمت‌تر بود. برای خیرالله مکافات عالی. رحمت عمک، گفت خیرالله، لیکن گپی همسرتان درست است. در حقیقت به بینا نزدیک شدن وزنین است. گرد و اطراف همه لای و چقوری و ناهموار. من بعد ما آن را البته به حساب میگیریم. ما به سوی ساختمان مکتب راه گرفتیم، ولی دور نرفته آواز مرد به گوشمان رسید. چه شد؟ آبی دیده برای چی؟ از خرسندی از خرسندی. رحمت به تو. این آواز همسرش بود. باز آواز مرد بلند شد. به من چی رحمت میگویی ها؟ بگیس رحمت گوی. اگر راغون نمی بود در همان خانه آغیلمان مرده می رفت. آره، راغون سیمای کوهستان، زندگی و شعور آدمان آن را به کلی تغییر می دهد. به شرافت راغون بوتون بوتون شهر و پسیالکه ها، کارخانه و اداره ها، راه های دیگر انشاءات ها بنیاد می گردند. من غرق چنین اندیشه ها
همراه خیرالله به مکتب رسیده آمدیم. به آشیانه دویم برآمدیم. کارگران با شوق و ذوق مشغول کار بودند. سرگئی، کنی اینجا بیا، دو سخن درباره کارت بگو. جوانی را جیغ زد خیرالله. جوانی میان قد چارپهلو بردم قدم مانده به پیش ما آمد. این کس سرگئی تیخانویچ گاردیفسکی، بریگادیری تجربه دار و جوانی بسیار هم خوشچقچق. به قول همکاران جان آدم گویان خیرالله او را به من معرفی نمود. بریگادیر تاس کلاهش را از سر گرفته برای واخوری دست دراز کرد. پس دو سخن گفت و خاموش ماند. طبعی بچه ها چطور؟ پرسید خیرالله. طب؟ چی طب؟ بلا برین کار می تفسد. اکنون همه گپ در سر تأمینات حل می کنیم، گفت خیرالله و علاوه نمود. خیر، شما صحبت کنید، من تیز رسیده می آیم. پلانیارکا می شود. پلانیارکا مجلس کوتاه استحصالی. پلانیارکا می شود. نه. پلانیارکا می شود. نه. چی خیل؟ تماما نمی شود. بله، چی لازم؟ ما گپ زنان کردیم، باز برای چی جمع شده آدمان را از کار باز مانیم؟ نصیب باشد آخری هفته جمع می شویم. مرحمت، کار ما را خودتان تماشا کنید. لایق تعریف نیست گویا، لیکن کارمان بد نیم. در روی از تأثیر آفتاب سیاه چرنگ او گرد و چنگ نشسته بود. وی تبسم کرد و سخنی نگفته به اعضایانش که هر کدامی با کار خود مشغول بودند قناعتمندانه نگریست. در پیش نظر ما بینا قد می کشید. من کلید کامیابی های و چنین سرعت کار را پرسان می شدم و بریگادیر خاکسارانه جواب می داد. عادتاً کارگران فروتن می شوند. آنها کارنمایی و فتح قله های مهنتی را وظیفه مقرری می شمارند. غرور ناجا و خودنمایی از آنها دور است. انا محض همین خصلت ها کارگران را آهنین پیکر و سالار نموده است. آنها کسب خود را پنج پنجه بر این می دانند و بهر بنیاد کاخ نور دانش، مهارت و قوه و غیرت خود را دریغ نمی دارند. سرگئی به درجه بریگادیری یکباره نرسیده است. وی با راحت کمسمال از شهر یوژنا اورالسکی ولایت چلیابینسک با دست خشک بر آغون آمد. و من به خاطر می آورد سرگئی خیرالله کسب آموخت. بارها با نابراری ها دوچار آمدم. خیرالله یاری می داد. تخم امید به دلم می کاشت. حالا خود سرگئی استا است. شاگردهای زیادی دارد. یکی از آنها مسافر نام دارد. یک چند ماه پیش از قشلاق دره توتک به کار آمده بود. هیچ چیز را نمی دانست. اگر چنین گفتن روا باشد از الفبای کفشیر کنی سر کرد. حالا باشد متیماتیکای عالی می خواند. با تبسم می گوید سرگئی. خیرالله بسا سرکار است. او را در یک جا بیشتر از نیم ساعت دیدن امر محال است. گاهی در مکتب، بعد فاصله در بینای استقامتی می بینید. وی می توانست در کابینتش نشسته راهبری کند یا که به اعضایانش باوری ندارد. نه البته، این اسلوب کار اوست و این اسلوب در مغز و استخوانش جای گرفته است. حالا او به جوانی خیشچین نزدیک شده اول 3-4 غیشت به او دراز می کند، سپس شوخی کنان می پرسد آبولای می رسد می؟ فراوان اکا، تبسم می کند جوان و گویا به دست و بازوان وی قوه تازه پیدا می شود. اسایف با خاکساری و فروتنی و خصلت‌های نجیبش و من همچون انسان کامل محقور شد. بسیاری از این خصلت‌های او مادرزادند، لیکن بعضی از آنها در اینجا در راغون تولید شده تشکل یافتند. برای همین هم راغون را جای حقیقی تولید خاراکتر می‌نامند. به میدان ساختمان کامیلوف آمد. اسایف به استقبالش داد. آنها تخمینا نیم ساعت صحبت کردند. خیرالله پرسند برگشت. یگان خبری خوش؟ نه، گفت او. کاهش نمود. کاهش؟ پس به من بگوی که چرا خرسندی میکنی؟ چون که تنقید حقانی و بیغرض است.
میگوید که عینیت سوست است، گپش حق، لوحه ها کمند. چه خیلی لوحه ها؟ من الکی فکر کرده برآمدم لوحه یکم باید نشان دهد که اینجا چه ساخته می شود، کی می سازد و کی می سازد. لوحه دوم آینه مسابقه سوسیالیستی. پس از کمی خاموشی او پرسید: خوش، شهرمان به شما معقول شد؟ بله، لیکن بنیادکارانش بیشتر. اتفاق، مهنتی، از همه مهمش فداکار. درست گفتید. خوشحال شد خیرالله. با چنین آدمان نه تنها راغون را می سازیم بلکه کوه را هم تلقان می کنیم. خیرالله، در خصوص گنرال بلشکر چیزی نگفتید، بگویید بعد چه شد؟ کدام گنرال؟ حیران شد او. انا چی خیلی می بینید؟ آنها به شما معقول شدن. راست معقول شدن گفتن، لیکن شما چه خیلی آنها را جمع آوردید؟ این قصه دراز است، جواب داد خیرالله. خیر، میلش، با دو دهان میگویم. پگاهی روز دیگر مرا سردار ساختمان نیکولای گریگورویچ ساوچنکوف نزد خود خوانده وظیفه گذاشت. مکتب برای 320 طلبه در دره توتک. من حیران شده پرسیدم که با کدام قوه؟ وی جواب کوتاهی داد. قوه می شود؟ پرسیدم کی؟ وی شوخی آمیز: بسیار دانی پیر می شوی. گفت و جدی افزود: حالا به حجت ها شناس شو، آموز. پس از یک هفته 180 نفر دانشجویان از اتریاد ریسپوبلیکوی استودنتان می آیند. به من دانشجویان چی لازم؟ تعجب کردم. اینجا لگری تندرستی نیست کو؟ اینجا ساختمان. بله ساختمان، یاری می دهیم، لیکن خودت هم تیاقت بر روشنی بزن. دهه ها بسیار تشویقات کن. شما خوانش بدیعی را از روی اثر نویسنده شناخته تاجیک شیرعلی موسی داستان راغون در قرائت قربان صابر شنیدید. کارگردان الهام کنجیف. پایان گفتار 11.